سلام به شما عزیزانم. امروز میخوام آموزش درست کردن مروارید خوراکی رو شما آموزش بدم. عزیزان بجنید که میتونید تهیه کنین از بیرون، خودتون میتونید مروارید خوراکی درست کنین. فوندانت های سفید رو بگیرید به هر اندازه‌ای که میخواین مروارید داشته باشین، میگیرید تو دستتون به صورت گوی درست میکنین تا حدی که روش ترک نداشته باشه. ببینید به این حالت من به این اندازه مروارید خوراکی میخواستم. خب گرفتم، گوی درست کردم، صورت گرد درست کردم، همه رو میذارم توی هوای آزاد خشک بشه. وقتی که خشک شد بعد میگیرم، بعد توی نایلون یه مقدار پودر صدفی رو میریزم توی نایلون. وقتی که ریختم این تا مرواریدایی که گذاشتم خشک شد همه رو میریزم توش، اینا رو میریزم توی این نایلون، میغلطونم به این حالت که همه داش آغشته به پودر صدفی بشه. می‌بینید چقدر راحت تونستیم مروارید به این زیبایی درست کنیم. ببینید این مروارید صدفیه که خیلی زیباتر از آماده. خب به این زیبایی ما میتونیم مروارید خوراکی شیک و قشنگ درست کنیم که برای تزیینات کیک خیلی کاربردی و مفیده. این هم مروارید زیبایی ما برای کیک.